من در ابتدا یک اشاره‌ای بکنم به برنامه هفته قبلمون که خیلی بازخورد داشت. خب معلومه دیگه، مهمون استراتژیستی درست حسابی آوردی، برنامه تومانی 2000 اومده روش. بحث هفته قبل براشون خیلی جذاب بود. اعتماد به نفس این یارو رو، اگه این اعتماد به نفس رو عدسه داشت میشد رد و برق. ناکس. اگه انقدر جذاب بود پس چرا به ضرب جایزه ملت رو نگه میداریم پای تلویزیون؟ این دفعه چی میدی؟ قید قرعه به 10 نفر کارت هدیه 200 میلیون ریالی انشالله. 200 میلیون؟ 2 میلیون ریالی عذر میخوام، بله ببخشید 2 میلیون ریالی 200,000 تومانی. با یه حجمه از 200 میلیون اومد رو 2 میلیون. اگه یه داد دیگه هم سرش میزدم یه چیزی هم دستیه ملت میگرفت. ناکس. دبیر کل حزب مردم سالاری امروز مرقد امام رفته بودن، تو مسیر هستن، فکر کنم 4-5 دقیقه دیگه انشالله برسن. آقای دکتر با شما شروع بکنیم. نه خیر، پس بریم با اونی که وسط را گیر کرده شروع بکنیم. به هر حال مسئله رو خودم خدمت بینندگان عزیز توضیح میدم. چرا بی خودی لقمه رو دور سر خودمون بچرخونیم، کار برای خودمون سخت بکنیم؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میگفتن که به مشنگه گفتن که این گله چند تا گوسفند داره، یه نگاه کرد و گفتش که 256 تا. گفتن ای باری کلا چقدر تند شمردی، چجوری شمردی به این سرعت؟ گفت کاری نداره که پاهاشون 1024 تا بود، تقسیم بر 4 کردم شد 256 تا. داشتم میگفتم بحث اینجا بود که حاجی فری تو دانشگاه این چه صحبتی بود کرد، منظورش به کی بود؟ آقای کواکبیان هم اومدن. کواکبیان بار آخر باشه که دیر میکنی ها، طویله مجلس نیست که هر وقت خواستی سرتو بندازی بیای تو. برنامه کنگره 12 با بود، آخرین برنامه هم دیدار با یادگار گرامی امام جناب سید حسن آقا خمینی مرقد بودیم. این یادگار امام هم خودش مال کی؟ ببین به خاطر کی دیر کرده طرف. تو هم اسمت کواکبیانه ولی تو 7 آسمون عقل و شعور منظورمه، یه ستاره هم نداری ها. اسمتو ایزگم کنی گذاشتی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که یارو به شیرینی فروشه گفتش که این شیرینی کشمیشی ها چرا کشمیش توش نیست؟ طرف گفت بابا مگه میری شیرینی ناپلئونی میخری، ناپلئون نشسته توش. حکایت این یاروه. همین داستان کچل و زلفلی خودمونه که با مدل خارجی تعریفش کردم. داشتم میگفتم بحث جام زهر بود که شیخ فری و حاجی رفسنجانی که تو هم از نوچه هاش باشی البته دارن با قیف میریزن تو حلق مقام عظما. 4-5 ماهی میشه. من واقعا اعتقادم این است که در این 4-5 ماه کار خیلی چشمگیری هم صورت گرفته نشد. دیگه میخواستی چی به خوردش بدن تا چشم گیر بشه؟ مثلا سانتریفوژا رو که خوابوندن، ترمز دستی رو هم که کشیدن، سویچ هم تحویل دادن، غنیسازی رو هم که گفتن دیگه نمی کنیم، هر چی کردیم غلط کردیم، اونایی هم که تا حالا کردیم و شکر خوردیم خودمون با دست خودمون از دور خارجش میکنیم. تازه پوزم میدن که اینم اعتماد سازیمونه، داریم اعتمادشون رو به دست بیاریم که 20 سال دیگه اگه خواستن تحریمامون رو لغو بکنن. واقعا دیگه الان افتخار نیست. معلومه که نیست. چشم بسته غیب میگی. الانم که خودش رفت تو دانشگاه گلاب و ریخ به سر تا پای مقام عظما که بی خود کردی میگی متولی همه خودمم. ببینید این حرفی که جناب آقای روحانی فرمودن حرف خوبی نبود. البته ایشون اصلا از اول در سمنان حزب جمهوری اسلامی نمایندش کرده و بعد هم توی همین داستان انتخابات هم بالاخره احزاب موثر بودن در این که ایشون. شیخ فری خوب رنگ عوض میکنه، آفتاب پرست ازش شکایت داره به خاطر نقض قانون کپی رایت، ولی دیگه شورشو نباید در بیاره. هنوز یاد همه هست که خودش با دانشگاه چکار کرد، حالا سخنرانی اشوه شطوری هم میکنه. آقا ته برنامه رو خودم میبندم. بحث جام زهر بود که گفتی فقط اتمی نیستش که انواع و اقسام داره، از طعم سوری تا اون طعمی که نوکش تو دانشگاه زد بیرون تا طعم و مدل‌های دیگه که کم کم در خدمتتون فعلا هستیم که دونه دونه تو برنامه‌های بعدی توضیح بدیم تا ولی فقیه کم کم شاید نفسش در بیاد خودش بتونه یه حرفی بزنه. فعلا که قفقون گرفته.
تو لازم نکرده بخندی. من این حرفا رو میزنم برای خنده تو نیست. خمیر دندونم میره تو لیست تحریما ها. ناکس.